بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. در این حدیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: برای جان خودتان و برای فرزندانتان و برای مالهایتان هرگز دعای بد نکنین. از الله ساعتی را که دعا در اون ساعت قبول می شود هیچ وقت دعای بد نکنین. الله تعالی ساعت‌هایی داره که ساعت‌های اجابت دعا، انسان همون ساعت‌ها در دعا میکنه که دعاش مستجاب می شود. همیشه در حق فرزندا باید دعای خیر کنین. پدر و مادرای عزیز، فرزندا را 10 سال و 20 سال تربیت میکنین با خون جگر، اما یک روز برای یک کاری اندک اونا را دعای بد میکنین که الله جوانی مرگت کنه، الله بکشته، الهی نمردت بینم، سیاه پیچ مرگ شوی. این خیلی دعای بده که در زبان میاریم. در حالت غضب خودمان اداره کردن نمیتونیم. حرکت بکنین که به جان فرزنداتون رحم کنین. در حالت غضب نمیفهمین، فرزند دعای بد میکنین، اون دعای شما فرزند میگیره، یک روز میشه که خود شما پشیمان میشه. برای همین رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را نهی کرد بر از ساعتهای اجابت دعای بد کردن. همیشه در حقشان دعای خیر بکنین. الله در عمر فرزندای ما برکت عطا بکن. بگیم که الله، ای الله، فرزندای ما را از بلاها و آفتهای آسمانی و زمینی در پناه اسمت خودت نگهبان شو. الله از هر گزند و زیان و ضرر، از چشم بد، از چشم حسود فرزندای ما را نگهبان شو. روز می شود که یک وقت دعا کردگی هستیم اما خودمون بخبر هستیم. یک روز میشه که او دعا قبول شدگی است و به یک بلا است، به یک آفت است، اما فرزند از بین می رود. اما یک عمر پدر و مادر عزیز، ما و شما سوختن میگیریم تا روزی که حیات داریم به درد علم از این دنیا میریم. برای همون همیشه زبانتون به دعاهای نیک در حق فرزندا عادت بکنانین. الله فرزندای ما را نور چشم ما قرار بده، از پس ما وارثای نیک برای ما عطاشان بفرما. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. بسم الله.